برای گزاردن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر حصار تیاری همه‌جانبه می‌بینند. از حوزه انتخاباتی حصار 15 معلومات دادند که در انتخابات امسال در شهر حصار 171676 نفر که از آنها زیاده از 5000 نفر بار نخست در انتخابات شرکت می‌ورزند برای خط گرفته شدند. در کارهای آمادگی برای در سطح بلند گذراندن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همه اچاسکه‌ها درست برآمده مانده شده. تمام موادهای تبلیغاتی، کارهای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس سری وقت برده شده است. در حدود شهر حصار برای در سطح خوب گذراندن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای تشریف و تقریب اهالی زیاده از 300 نفر ولنتیاران وابسته گردیدند که پور با اهالی کارهای تبلیغاتی تشویقاتی برده ایستادند. در حوزه و اچاسکه‌های انتخاباتی جماعت‌های دهات حصار و دهقان‌آباد شهر حصار که ما اونجا دیدن کردیم، کابینه‌های آوازدهی، اتاق مادر و کودک و خانه طبیبان برای رای دهندگان مهیا کرده شده است. اچاسک انتخاباتی در حالتی یعنی آماده باش قرار دارد. ما همه حجت‌گذاری‌هایی که اوید اچاسک انتخاباتی بودند از نقشه کاری سر کرده، روی خط نوبتداری در اچاسک تهیه کردیم. کابینه ها برای آوازدهی تیار کردیم و گوشه علاهیده اویدی گوشه اطلاعاتی انتخاباتی کردیم و همه روزه چند از همون انتخاب کنندگان آماده با روی خط دیواری مکتب با روی خط همون اعضایانی که در اچاسک هستند آشنایی پیدا میکنند. اچاسکه‌های انتخاباتی تابع جماعت‌های دهاتی سامان و نوآباد نیز با تمامی تجهیزات ضروری مهیا است، از جمله کامپیوتر، موادهای اطلاعاتی درباره انتخابات، روزنامه و مجله‌ها و دیگر جهازهای ضروری تهیه و نصب کرده شده است. تمام دستورالعمل‌هایی که از طرف مقامات‌های بالایی پیشنهاد کرده شده است همش پوره و آماده میباشد، دسترس شدگی است برای گذراندن انتخابات که در سنه 11 اکتبر برگزار می‌گردد. اچاسک رقم 9 پوره آماده میباشد. ما برای شفاف و با یک سطح بلند با یک نظام گذراندن این انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کوشش و غیرت کرده ایستاده‌ایم. امروز در اچاسک تیار نمودن کابینه ها، آویزه ها، تیار نمودن اتاق کودک و مادر، اتاق طبیبان ما در وقتش اجرا کرده مساعدت نموده ایستاده ایم. خلاص میتوان گفت که در همه حوزه و اچاسکه‌های انتخاباتی شهر و دهات حصار مسئولین تیاری خوب دیده برای گذراندن انتخابات پرزیدنت ارزنده برای 7 سال آینده پوره آماده اند.